به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام بر پیغمبر آخر الزمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و ارجمند، امروز با شما درباره یکی از قصه های بسیار هم جالب و زیبا از مناظره های یکی از مشهورترین بحث کننده و مناظره کننده امام ابوبکر باقلانی با شما صحبت دارم. امام ابوبکر باقلانی را علما و دانشمندان میگویند که یکی از مجددهای عصر چهارم می باشد. یعنی یکی از شخصیت ها و دانشمندانی که دین مبین اسلام را از خرافات، از بدعت ها، از چیزهای بی اساس پاک کرده است و اسلام را نصرت داده است و گسترش داده است و خدمت‌های بسیار بزرگ نموده است. یکی از پادشاه روم از پادشاه عراق طلب می‌کند که یکی از علمای اسلام را به سوی ما بفرست تا ما با او بحث و مناظره بکنیم. پادشاه مصر مشورت می‌پرسد، به او بزرگان و علما میگویند که در این مسئله تنها میتوانی ابوبکر باقلانی رحمه الله را بفرستی، زیرا که او ارزنده چنین کارهاست. پس پادشاه عراق ابوبکر باقلانی رحمه الله را به سوی قسطنطینیه یعنی استانبول امروزه به آنجا میفرستد. وقتی که به کنستانتینوپل می آید، راهب از راهبان نصارا به او میگوید که ای مسلمانان، شما قومگرایی و ملتگرایی دارید، زیرا که شما مسلمانان از جهودها زن میگیرید و از نصرانی ها زن میگیرید، اما به جهودها و نصرانی ها به غیر مسلمان دختر نمیدهید. پس امام ابوبکر باقلانی که بسیار زیرک و خوش سخن بود میگوید که درست، ما از جهودها زن میگیریم به خاطری که به موسی علیه السلام ایمان داریم و از نصرانی ها نیز زن میگیریم به خاطری که به عیسی علیه السلام ایمان داریم. و اگر شما ای نصرانی ها هرگاهی که به پیغمبر آخر زمان به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما ایمان بیارید، به شما نیز زن میدهیم از زنان مسلمان. وقتی که چنین جواب زیبا و حکیمانه و دندان شکن را میدهد، دیگر این راهب نصرانی لال می شود و چیز دیگر گفته نمی تواند. وقتی که ابوبکر باقلانی رحمه الله به نزد پادشاه روم به کنستانتینوپل می آید، می بیند که در را آنها کوتاه کرده اند، یعنی تا این که تعظیم کنان ابوبکر باقلانی به نزد پادشاه رومی ها داخل بشود. ابوبکر باقلانی در حال با زیرکی خود پی برده میفهمد که برای تعظیم کردن، میداند که مسلمانان تعظیم نمی کنند، برای تعظیم کردن او خواست در را کوتاه کرده اند. پس ابوبکر باقلانی به پشت تاب میخورد و با پشت از در به قصر امپراتوری روم وارد می شود و چند قدم هم با پشت می رود. پس قامت خود را راست می کند و روی به سوی آنها می کند و با سخن عجیب با آنها گفتار را آغاز می کند. نظر می کند به کلان راهبان نصارا که در اطراف پادشاهشان جمع شده بودند. به او می گوید شما نغزید، حال و احوال شما نغز است، فرزندان شما، کودک های شما همه خوبند. وقتی که چنین می پرسد، پادشاه روم بسیار در غضب می آید، می گوید آیا تو نمی دانی که این راهبان ما زن نمیگیرند و فرزند ندارند؟ قاضی ابوبکر باقلانی میگوید الله اکبر، شما پاپهای خود را، شما راهبان خود را از زن گرفتن و فرزند گرفتن پاک و منزه و بالا میدانید، و اما متاسفانه پروردگارتان را، خداوند عالم را تهمت کرده اید که با مریم علیه السلام ازدواج کرد و عیسی علیه السلام به دنیا آمد. یعنی انسان را از زن گرفتن و فرزندداری پاک و منزه می دانید، اما خداوندی که از زن و فرزند پاک و منزه است او را تهمت می بندید. دیگر می گوید پادشاه نصارا لال ماند و غضبش افزود، دیگر چیزی گفته نمی تواند.
در این سخنهای حکیمانه ابوبکر باقلانی. پس دید که دیگر با این شخصی حکیم و دانا چیزی گفته نمیتواند. در حال پادشاه نصارا به عیبجویی پرداخت و گفت پس همسر پیغمبر شما عایشه چی کرده است؟ قاضی ابوبکر باقلانی گفت 2 زن است در تاریخ که هر دو پاکدامن و شریف زاده اند، اما مورد تهمتی غرضداران افتیده اند. یکی عایشه رضی الله عنها که پاک و پاکدامن و شریف زاده است، همسر رسول خدا است، از طرف منافقین و رافضه تهمت به زنا شد. دومین زن شریف زاده و بزرگوار در تاریخ که مورد تهمت افتیده است این مادر عیسی مریم علیه السلام می باشد که از طرف یهود تهمت به زنا شد، اما هر دویشان پاک از زنا هستند. اگر به تهمت های بی اساس نظر بیافکنیم، تهمت به مریم نزدیکتر است میگوید، اما پاک است مریم، زیرا که فرزند به دنیا آورده است. اما فرزند آوردن او با معجزه الهی بود، نه به آن تهمت و افترایی که یهودان او را به زنا تهمت کردند. خدا پناه بدهد. یعنی ابوبکر باقلانی میگوید چگونه مریم پاک و شریف زاده است، عایشه رضی الله عنها نیز پاک و مشرف است، پاک و پاک دامن است و این را غرضناکان و بدان تهمت کردند. پس پادشاه روم گفت آیا پادشاه شما جنگ میکرد؟ ابوبکر باقلانی گفت بله جنگ میکرد با دشمنانش. گفت آیا در صف اولی لشکر به جنگ مشغول میشد؟ گفت بله در صف اول جنگ کرده است. گفت آیا غلبه میکرد در جنگ هایش؟ گفت بله در جنگ ها غلبه میکرد. گفت آیا شکست هم میخورد؟ گفت بله شکست هم میخورد. پادشاه رومی ها در حال این را عیبجویی کرده میگوید که پیغمبر است و شکست میخورد. ابوبکر باقلانی گفت آیا خدا است و به دار آویخته و کشته میشود؟ آیا یعنی شما عیسی علیه السلام را فرزند خدا میگویید؟ خدایش میگویید؟ چگونه پس خدا را دار کشیدند و بندگان عاجز کشتند، بندگان ناتوانش کشتند؟ یعنی ابوبکر باقلانی میگوید که این گمان شما دروغ است. پیغمبران همچون به خطای بعضی وقت امتان، همچنانی که در جنگ احد که پیغمبر خدا مثلا شکست خورده بود، در اول جنگ غلبه کرده بود و در آخر به سبب اطاعت نکردن تیراندازان 50 نفر تیراندازی که پشت لشکر را محافظت میکردند، آنها جایهای خود را پرتافتند و غلبه به شکست تبدیل یافت، به سبب خطای آنها شکست شد. اما دوباره این را پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم این شکست را در روزی بعدینه به یک غلبه تبدیل داد. یعنی گاه شکست هم می شود اما بالآخره پیغمبران غلبه می کنند، همچنانه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم غلبه کردند و دین مبین اسلام در عالم پهن شد و نصف زیادی کره زمین را مسلمانان چند عصر خلافتداری و دولتداری و حکمرانی کردند. یعنی ابوبکر باقلانی میگوید چگونه شما در این عقیده باطل و نادرست قرار دارید که میگوید عیسی علیه السلام را میگوید خدا است و باز میگوید که او را دار کشیدند و به دار آویختند و کشتند. یعنی خدا آنچنان ذاتی نیست که به دار آویخته شود و کشته شود. او پیغمبر الهی بود و آن کشته شدن همچنانی که آنها ادعا دارند نادرست است، بلکه خداوند بزرگ عیسی علیه السلام را به آسمان برداشت و آن خیانتکاری که یهوذا می گفتند و عیسی علیه السلام را به رومی ها می فروخت و خبرکشی می کرد و خیانت می کرد، او را دار کشیدند. خداوند صورت عیسی علیه السلام را به او انداخت به قدرت بی پایانش، آنها او را دار کشیدند و کشتند. یعنی این چنین بینندگان عزیز و ارجمند، یعنی علمای برجسته داشتیم که چنین حقیقت ها را برای نصرانی ها بیان میکردند. وقتا که کلان راهبان نصارا دید این حجت ها و دلیل های حکیمانه و عاقلانه و صادقانه و درستی ابوبکر باقلانی را، به پادشاه رومی ها گفت که در حال هر چی کاری دارد ابوبکر باقلانی او را بود بکن و از این کشور برار که مردم را از دین نصرانی خواهد برآورد. خداوند بزرگ به ما و شما این چنین حجت آوری و این چنین دفاع از دین حق، دین مبین اسلام
و این چنین بیان کننده حقیقت های او بگرداند که ما بتوانیم هر یک کدام ما و شما مسلمانان به اطرافیان خود، به کسانی که عقیده قوی ندارند، به کسانی که از عظمت و حقیقت این اسلام آگاه نیستند، به آنها با اسلوب های زیبا، با مناظره های خوب حقیقت این دین مبین اسلام را بیان بکنیم تا در این دین استوار باشند و از شک و شبهه خالی شوند. و این چنین خداوند بزرگ ما و شما را و علمای ما و شما را، همچنین قاضی ابوبکر باقلانی بیانگر حق، احیا کننده سنت و دفاع کننده از اسلام و دور کننده از اسلام خرافات، شبهه و شک و تهمت ها بگرداند. تا برنامه های آینده در پناه و امان خدا باشید.